اینجا آوردم طبق معمول روغن میزنم. ساعت منه اوه همه تموم شده. این رو میخوام. مخصوص سرآشپز بخوریم. چه زلاله. این الان آب شوره. اینجا میزی هم این مرده دیگه. برم نزدیکه. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه. امروز پنجشنبه است و ما اومدیم شهر واستینا. اسمش یکم سخت تلفظش. دیروز یه دفعه تصمیم گرفتیم بیایم کم، چون هم هوا خوبه دیگه، کم کم داره تابستون هم تموم میشه، گفتیم از این هوا استفاده کنیم. چون من این شهر رو قبلا دیده بودم، من موقع تازه مدرسه رو شروع کرده بودم، اسیفی رو شروع کردم، ما رو یه بار آوردن اینجا اردو و من از اینجا خیلی خوشم اومده بود. گفتیم بریم کمپینگ، من اینجا رو انتخاب کردم چون واقعا خیلی شهرش قشنگه. دیشبم اینجا کنار دریا خوابیدیم، دریای اینجا، و امروز هم قراره بریم خود شهر رو ببینیم، شهر واستینا رو ببینیم. واقعا ممنونم از همتون، ولاگامو میبینین، لایک میکنین، کامنت میذارین. امیدوارم از این ولاگم خوشتون بیاد، تا آخر با من همراه بشین و با هم دیگه بریم شهر رو ببینیم. چقدر قشنگه اینجا. ما کجاییم مجید؟ اینجاییم. آره این وتن. این فکر کنم میشه دومین دریای بزرگ سوئد. ولی خیلی قشنگه اینجا، خیلی مقبوله. اینا چی هست؟ اینا چقدر عنکبوت بسته، فکر کنم هیچ استفاده ازش نمیشه. اینا گیلاس نیستش، اینا آلبالو هم. ولی چقدر درخت ها اینا پوره، هیچکی هم نمیخوره، برا ما نگه داشتن. اینو گذاشته گفته میتونین برین روی بالاش، نه درخت برا خودتون. نه این مخصوص اینه مجید، گفته میتونین برین برا خودتون آلبالو بچین. اینقدر آب سرد از این پاهم دادم تو آب یخ زدم، باد سردی هم میاد بریم اونجا نشستن آفتاب میگیرن، بچه هم دارن تو آب بازی میکنن.
میره وسطه، بعد دورش کلن آبه، خیلی قشنگه. بعد تو اینم میبینیم، اینم که از این قطارهایی که شهر رو کلن دور میزنه. Mistade man ett öra eller så satt man fastkedjad och fick ta emot spott och spe. Torget har bytt skepnad under årens lopp och där Coop ligger så fanns det tidigare ett vackert sekelskifteshotell. Tyvärr så brann det ner under mitten av 1900-talet och gick inte att rädda. Gustav Vasa kommer till makten så minskar klostrets verksamhet. Men först 1595 så gör det. سال 1545 اینو شروع کردن و ساختش سال 1620 تموم شده. میشه چند سال؟ یعنی چقدر زمان برده؟ 75 سال. خب این همه سنگ گذاشتن رو هم. خوب شد. مجید بریم اونجا ببینیم چیه. مجید از اون بری میای، از این بری خارج میشی. اجازه نیست فکر کنم بری داخل اینا رو ببینی. فقط میتونی همینجوری بیای داخلش رو یه نگاه بندازی بعد بری. بازسازی شده اینا، ولی خب این پایاش اینا که سنگ دیگه همشون. من کلا شهرش سوال خوبی داره، نه مهربون. آره بالا. تمشک دیدی بگیر.
این چه بانمکه؟ خانواده موشها. نه از اینا یه دونه گرفتیم. این فکر کنم اینا سایزاشون کوچیکه. گلدون خوشگله. ولی اینا بزرگن الان از اینجا میتونی برداری. هندوانه هم باشه. هندوانه رو گذاشتیم یکم سرد بشه. چه غروب قشنگی. امروز روز دومیه که اینجاییم. اونقدر فرصت نکردیم کل جای دیدنیشو ببینیم، ولی خب ما بیشتر قصدمون این بود بیایم کمپینگ، یکم ریلکس کنیم، یکم کنار دریا باشیم. ولی در کل اگه موقعیتشو داریم پیشنهاد میکنم حتما بیایم. این شهر خیلی قشنگه، موقعیتش هم خوبه، کنار دریای بتنه. فقط اسم خود شهره یکم سخت تلفظ میشه. ما اولش میگفتیم واتستینا، ولی خب دیش فهمیدیم سایلنته، واتستینا گفته میشه. خیلی خوشگله، کلی جای دیدنی داره، کلا یه شهر توریستیه دیگه، خیلی خوشگله. حتما بیاین اینجا ببینیم. برگردیم خونه، انشالله سر فرصت میایم دوباره هم میایم، یعنی جز شهرهایی که من دوست دارم دوباره بیام. همین دیگه. مرسی که ولاگمو میبینین، لایک میکنین، کامنت میذارین.
ما رفتیم اینو از اینجا گرفتیم به عنوان یادگار و خیلی ذوق دارم که بازش یه چیزی گرفتیم که